کل ای 24000 کرایه خانه تان که 8 ماه ماندی و 6000 افغانی دیگه به خاطر اید که بتانی و ای ایدی توفیست و ای هست توفی ایدی 10000 افغانی ایرم شما بگیرین و شما باید در اید برین ایدتان در همراه اولادتان در خانه سپری کنین. خودت الله سبحانه و تعالی بله چشمای نگاه کده که فقط او را در روز آخرت ببینی. السلام علیکم. من په یو دکان کې ولاړ یو چې د میوه دکان دی او شهرام روډ سخت مصروفه دی میوې برک دی. وجه دا ده چې موږ به دا میوې او څه نغدي کومکونه به وړو په کابل کې په غریبانو ته به ورکوو. ځکه ما په خپله الحمدلله د اختر نه ډېر زیات خوند واخیستو، فامیلونه راغله، زه د دوستانو خواته لاړم خو دا احساس مې وکړو داسې فامیلونه به وي چې هغوی به ضرورت لري داسې میوو ته او نغدي پیسو ته. نو انشاءالله اقلا 10000 افغانۍ خو ته ګارنټي ورکوو که چېرته دوی ضرورت زیات و که 50000 ولې 50000 بر فامیل ته ورکوو که 20000 ویل نسبت مربوط دوی ضرورت پورې کوي چې پښتانه ته کوم څه ضرورتونه لري چې هر هغوی ویل انشاءالله مقدار پیسې به موږ ته ورکوو. راځئ تر اخره پات شئ، دا ویډیو به انشاءالله جالبه وي او دې ورونو خویندو سره موږ دا کومک په دې اختر کې کوو انشاءالله. کراچی برتان بشردوست صاحب خریدم بشردوست خریدم و امروز چند برای منیسا شهید پخش کرده. خب دختر من 1.5 ساله به شوهرم مرد. حال دخترکم 16 ساله است، 18 ساله. فیس کورسش ندارم که بتم دخترم سال آخرش است. بازم از خدا فیس کورس چند است؟ 3000. 3000 چه یک دخترت است؟ یک دخترم است، همراه مادرم زندگی میکنه به خاطر با یک سال 3000 است؟ نمیفهم یک ماست 3000. دینی چی میخوانه؟ چاره قنبر چی میخوانه؟ حقوق میخوانه. این همی چی که آمدگی کانکور است چی است امور میخوانه. آمدگی کانکور؟ خب دیگه خودم قصددار هستم بیا در 1,20,000 اینا صبح مبراهیم از خانه نماز خوانده گفتن من خانه میرم. اگر ما بر شما یک مغازه جور کنیم که نزدیک خانه تان باشه چطور میشه؟ نمیشه. بچه ما در کراچی خود کار میکنیم، دستفروشی میکنیم. به خاطر تکلیف میشه هر روز کراچی نه. اگر مغازه بر جور کنیم نزدیک خانه دموج استاد باشی. کراچی مگه مال پرده بیفی خوبش. چی را بندازیم برد؟ چیز که من چند روپا برد خواهد شد؟ فروشات منی خوب است دستمال کاغذی. خود چرا ای کم خریدی؟ پیسه نیست. چند نیاز داری؟ در شرکت 6 تا از 500 روپا میده، 20 روپا بیچاره اعلام میکنه برای ما که روزانه مفروشیم که 300 کار کنیم 400 کار کنیم روز دست هیچ کار نمیکنم. همیا میمونه خب به سبب. یعنی فکر کو که چقدر پیسه باشه که بر کراچی پر شوه و این چیزا رو درست بفروشی. 4-5 هزار پر کو بخشم. 4-5 مشکل نیست. قرضیای ما خلاص کنه همین حج اکبر به شما میشه. تا خانه خدا نه. ما اگر شما راضی سن به مغازه ما برد مغازه جور میکنیم. اگر به مغازه نمیگین خیر است دیجا مقدار پول بدین که ما دیجا چیزی بدم بر دیجا پول میدیم. پر شوا درست است. این خاله جان توفی دیست. توفی قرآن شریف است خاله اینجا. این مکمل به خاطر ایدتان همه چیز است انشالله. ممیز، نخود، دیگه چیزا شام جان؟ بادام بله همچنان چهارمغز است، گلچه است. تو که دست مرا میگیری الله پاک دروازه خانه خدا برای باشه. برای کسی که دست یک فقیر میگیره الله پاک دست از رو خدا بگیره ان شاء الله. تشکر از شما. الله پاک ملونا نصیب کنه. قام بالا چوکی بالا نصیب کنه. این روز عید است ما میخواد برآمدیم که مادر خدا ببینیم، خواهر خدا ببینیم و چیزی که واسه ما میشه او را باشون بکنیم ان شاء الله. بعد میاد گدای خوش ندارم. خداوند امی ما میفهم یک چیز براتون بگم. امام احمد بن حنبل مادرش عالم ساخت. دمی جمله محمد اقبال، مولانا محمد اقبال مادرش یک چیزی او را ساخت و هر کسی که ببینی اصلا مادرشون بودن که یک همت داشتن و به همتتان سلام. این 10000 افغانی است، این را بگیرین و به خود سادا بندازین. درست است؟ خدا اج خانه خدا نصیب. خوش آباد باشین. تشکر. خانه مرا بیاین خانه جگه کشیشتن خانه جگه کاشی بست. خاله جان یک کار کو این چیزا که تو دفتن بگی این توفی ایدیس دیجه نخود ممیز بادام همه چیز وجود داره و این هست توفی ایدی 10000 افغانی
ایرم شما بگیرین و شما باید دید برین ایدتان ده همراه اولادتان ده خانه سپری کنین. ما نمیخوایم که قلن اید شما سرکتر کنین. ای توفی دیتاشون فامیلا را از خودگاه را کلشان دعوت کنین باشان چای بدین و ای توفی دیتان درست هست و ای پیسه تان ان شاء الله فکر میکنم به یک ماه 2 ماه کافی است. 10,000 افغانی است. چی کار میکنین؟ فعلا من خود اسمال تشکیپر مفروشم نمیسرک و روزانه و تقریبا چند میشه تو چشپرتان؟ والا هم یک خرچی مبرا بسیار بزرگ صاحب از کرای خانه هم یالا 4 ماه 5 ماه صاحب قزار هستم. کرای خانه چند است؟ کرای خانه هم صاحب 4,000 صاحب. 4,000 چند اتاق است؟ 2 اتاق است صاحب. 2 اتاق 4,000. یعنی میری یک و دیگه خودش تشنا میشم از رای ورسی میریم از مجبوریت صدقه چه. و چند اولاد داری تقریبا؟ همین سه دانه کار صدقه چه. ماشاءالله ماشاءالله. دختر یک بچه. خدا نصان کنه. شما نفهم توفی دید خریده بودین نخریده بودین؟ نه خریده بودم آجی صدقه تو مرد خدا شما خدا. برتون آورده بودین. چون روز عید است این وظیفه ماست که باید با کل دوستا برسیم. خواهش میکنم. روزه رو چه قسم سپاری کردین؟ والا دیگه شد به امید الله دیگه ناامید نیستم مای پر برکت از خدا جان سر کل مسلمانات تیر میگه ناامید نیستم از الله. در یک روز چند از این توشپیپر عاید دارین شما روزه؟ والا صاحب مگه 2 بسته سودا کنیم 300 میمونه برام. گفتین 4 ماه کرایتون مانده؟ جان صدقه تشا. خب مشکل نیست خیر 4 ماه کرایتون ما میدیم. چند میشه شما جان؟ 16,000؟ 416 میشه. ای 10,000 افغانی است و ان شاء الله 16,000 افغانی. خوش میکنم. ما میریم وقت نمیگیریم. ان شاء الله دویتون از ما استفاده کنیم. جزاک الله خیر. خدا جان بگم هر یاد کل مسلمان خصوصا جی صاحب ای بیاد رقم نشه مسلمان سید فضل تشکر. چطور میتونی زندگی روزی خود پیش ببری؟ والا بسیار شرایط گفتم پیشترم بچه شدید والا گاهی وقت روزه گرفتیم. پیشتر کایم خورد خود نه در رمضان خب باید روزه بگیری. بدون از اون باور کن. خب وقت خوب بود یک مسلمان کو مگه مال نمیکنه کسی والا. چشمای هر ماه مصرفتان چند است؟ در ما نام خود 11 نفر هستیم 2 بوجیار. اولادتان از کلش؟ کلش دخترک هستن. خب دخترک هست 2 بوجیار دست یک بوجی برنج یک پیپک روغن مثل دو. چند میشه ماهانه؟ در قیمتش بگو چند میشه ماهانه مصرفت؟ ماهانه نه بسنج که سکو چقدر تمام خود من سنجیدی؟ نه والا نه. چند میشه تقریبا فکر میکنی؟ 2 بوجی آرد و یک پیپک روغن برنج و دال و نسک و خب 5,000 پا میشه نه؟ زیاد میشه والا. 8,000 از 15,000 شاید زیاد شود. در یک ماه؟ به خاطر 11 نفر میخوام کل دخترک هست این دخترک خورده مثلا. خب و خانه هم کرایی است؟ خانه کرایی است. کرای خانه چند است؟ کرای خانه 3000 پاس. اندر پیسه کرای خانه سر ما مونده. چند ماه مانده؟ تقریبا 7-8 ماه مونده. 8 ماه؟ وضعیتم خراب است. خب 8 ماه 30,000 چند میشه تقریبا؟ 24,000. خب کاکا جان ما برتان یک توفی ایدی آوردیم با عزت خدا باشه و او را شما بگیرین. تشکر. و باز درباره میبینیم ان شاء الله اگه ما کدام بودجه داشتیم تشکر. گوش میکنیم بر هر ماه کمک بدیم با عزت یا باشین. با فامیل یک چیز بکنیم با عزت که خدا بتان باشین. شما سر پای خود ساد شوین خداوند ان شاء الله. چون اول نه وقت است شب است شما برین ایدی را بگیرین با همراه فامیلتون بشینین چیز کنین و اجر دنیا شارم جان امروز صحبت کنین بعدن چطور بتونیم ما براتون یک تجارت جور کنیم چیز جور کنیم که شما بتونین همیشه با انکم خود داشته باشین. ما براتون عالی 8 ماه خانه کرایتان میدم ان شاء الله که تا بتونین از خانم بیغار شوین و بتونین دخترکایتان از درس میخوانن؟ دخترکا درس من خدا گرو میکنم دخترکای درس میام. چی درس میخوانن؟ مکتب میرن مسجد میرن سی تا کش 12 پاس کرد. کل ای 24,000 کرای خانه تان که 8 ماه ماندی و 6,000 افغانی دیگه به خاطر عید که بتونی و ایدی توفیس شرم جان رو میتونی 30,000 افغانی. خداوند درست است؟ آخرت سانه. یک چیز براتون بگویم. تشکر. شما نابینا از پیدایش هستین؟ خب یک چیز براتون بگویم. جان خودت الله سبحانه و تعالی بله چشمای نگاه کرده که فقط او را در روز آخرت ببینی. ان شاء الله. و این اصلا یک نعمت است. به خاطر این فانی دنیا چند سال خواهد بودیم 70 سال و نعمتی که هیچ چیز دیگه نبینی و دایرکت الله سبحانه و تعالی ببینی
این نعمت کلان بسیار محدود مردم دارن. خداوند نصیب ما بکنه. جزاک الله خیر. ایرم بگیرین و ان شاء الله 8 ماه کرای خانه تان با امرش یک ماه دیگه مصرفات. ایره گرفته میتونین یک موتر بش بگیرین که اینا برن. درست است؟ جزاک الله خیر. خداوند دنیا وقت گل گذاشته هر آرزوی خدا دارید. خداوند بلا مصیبت خداوند سر ما کم نکنه.